بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. باب شرائط الصلاة وأركانها. هذه مؤلف بشرائط و رکنهای نماز آغاز میکند و شما هیجان نشوید پس از این دو نیم صحیفه دوباره بعد هر یک بخش رو جدا جدا میفهماند که رکنهای نماز چیست و واجبات نماز چیست، جدا جدا هم میفهماند. اولا در این صحیفه همه‌اش رو گویا که طرز خواندن نماز رو و تمامی بخش‌ها یا عمل‌های اساسی نماز رو در اینجا گویا که به طور ابتدا یا به طور تمهید یا به طور مقدمه پیش می‌کند. میگوید لابد لصحة الصلاة من 27 شیئا. لابد معنا دارد که ضروری هست، لازمی هست، یعنی که به این نمی‌شود. برای صحت نماز 27 چیز 20 20 7 27 چیز ضروری هست برای صحتی، برای درست شدنی نماز. یکم میگوید الطهارة من الحدثی، البته طهارت داشتن، پاک بودن از حدث، یعنی از حالتی به طهارتی، از حالتی ناپاکی. و این رو میتوانیم که حدث حقیقی حکمی هر دوش رو به نظر بگیریم. چی حدث حقیقی باشد، یعنی که چی حقیقتا در جسد، در مکان انسان، در جسم انسان، لباس انسان ناپاکی باشد، چی در بدنش باشد، چی حالتش حالت حدثی یعنی حکمی باشد، چی حدث اصغر باشد، اکبر باشد، از تمام نوعهای حدث باید پاک باشد. البته اگر از حدث اصغر باید پاک باشد، البته که به درجه اعلا و به درجه بالاتر باید که از حدث اکبر، از حالتی ناپاکی بزرگ یعنی حیض و نفاس و غیره باید پاک باشد. دوم طهارة الجسد والثوب والمكان من نجس غیر معفو عنه. و طاهر بودن، پاک بودن جسد یعنی جسم، بدن انسان، و ثوب یعنی که لباس انسان، مکان انسان، از نجاستی که من نجسین، از نجاستی که غیر معفو عنه هست، از نجاستی که از یک لحظه در یک گروه دیگر پیام میکنند، به من صدا می آید، گروه را خاموش کنم. از نجاستی که بخشیده نمی شود از او، از نجاستی که بخشیده نمی شود یا بخشیده نشده است از او. اگر باید داشته باشید در باب نجاست ها ما آن مقداری را گذاشته بودیم از نجاست غلیظه و خفیفه که بخشیده می شود، که شریعت می بخشد، عفو می کند یعنی می بخشد. معفو عنه یعنی که بخشیده شده، یعنی که مکان باید از آن مقدار نجاستی که بخشیده نمی شود از او باید پاک باشد. البته که اگر ما تمام مکان خود را از تمام نجاست ها پاک کرده توانیم و قدرتش را داریم، البته که این اعلاتر هست، بهتر هست، باید که همین گونه بکنیم. اما این در حالتی عذر هست، در حالتی ناتوانی هست، در حالتی ضرورت هست که اگر کمی نجاست باشد، اگر نجاست معفو عنه باشد یعنی که بخشیده شده، نماز ما را خلل نمیرساند، یعنی صحت نماز ما را خلل نمیرساند. اما اگر غیر معفو عنه باشد نماز ما درست نمی شود. و اکثرا وقتی که من ترجمه میکنم، من کلمه های عربی که به فارسی هم استفاده می شود، من آنها رو استفاده میکنم، هم برای اون که شما میدانید که آنقدر قوت من در متاسفانه در تاجیکی خوب نیست، بهتر شده است اما باز هم خوب نیست. و دوم مخصوصا برای این که شما از زبانی گویم که از زبان علمی با خبر باشید و تیز کلمه های عربی رو از خود کنید، چون که عربی و فارسی ادبی یا تاجیکی ادبی خیلی مانند هست. برای همین من میگویم مکان به جای جای، یا جسم جسد به جای مثلا بدن یگان وقت. خوب حتی موضع القدمین والیدین والركبتین والجبهة على الأصح، حتی که تا این دم که جای قدم ها، یعنی هر دوی قدم ها، شما باید تثنیه را بدانید. از درس عربی ابتدای قدم قدمان، قدمین، یدون یدانی یدینی، خب رکبتون رکبتانی رکبتینی، همین گونه هست. حتی که جای هر دوی دست، هر دوی پای ها، هر دوی قدم ها
هر دوی دست ها و هر دوی زانوها، رکبتین. و الجبهة على الأصح، و این چونین جای جبهه یعنی پیشانی نیز باید پاک باشد طبق قول صحیح تر. سوم میگوید و ستر العورتی، سوم چیزی که ضروری هست این ستر کردن، پوشانیدنی عورت، مکان‌های و عضوهایی که عورت شماریده میشوند آنها رو پوشاندن. برای مردان از ناف گرفته تا پایانی زانوها هست و برای زنها تمام بدن به غیر از روی هر دوی دستها و پایها می باشد در نماز طبق فقه حنفی. بله من آگاه هستم که طبق دیگر فقه یک قول هست که قدم ها نیز باید پوشیده شود. من از این با خبر هستم ولله الحمد، اما من برای شما فقه حنفی درس میدهم، برای همین من برای شما همان فقه حنفی رو پیش کردم. بله اگر خواهید که احتیاط کنید مثلا در یگان دولت دیگر باشید و یک کسی یک خواهری که پیروی دیگر فقه باشد و برای شما تأکید بگوید که پایهایت را باید بپوشانی، یعنی این موردی جنگ و جنجال نیست. خب برای همین اخلاق و آداب خوب داشته باشید و اگر توانید پوشانید پایهای خود را. در این اختلافی نیست که کسی که پایش را بپوشاند البته که نمازش قبول هست. اختلاف در این است که آیا به پوشیدن پای نماز قبول هست یا نه. برای پرهیز کردن از این اختلاف می توانید که کاری بهتر را یا کاری احتیاط تر را انجام دهید. مثلا اکثرا وقتی که به به بیت المقدس رفتن، یعنی سفر میکنیم به بیت المقدس، وقتی که میرویم در آنجا اکثر خواهران پیروی فقه شافعی می باشند و طبق فقه شافعی اگر خطا نکنم پایها باید پوشیده شود. از این سبب زنها در آنجا خیلی زیاد یعنی میگویند که پایهایت رو بپوشان خواهر نمازت قبول نمی شود. اگر مثلا با آنجا سفر کردید با جای اون که جنگ کنید که من حنفی هستم، یعنی ما هم حدیث داریم ما هم این خیل، یعنی اخلاق خوب رو پیش گیرید و پایهای خود رو پوشانید، یعنی جنگ و جنجال نکنید. بوکی نیست، یعنی دیگرها اگر خواهند جنگ کنند شما جنگ نکنید. ولا یضر نظرها من جیبه و اسفل ذیله، البته پوشیدن عورت و بعدا میگوید که و ضرر نمیدهد، ضررناک نیست، زیانی نیست اگر عورت خود رو دیده تواند از جیبش ما میتوانید که یا جیب این رو ترجمه کنید یا از گریبان، یعنی که گویا که جیبی که در بالای لباس ها می باشد که از درون آن جیب سرمان رو درون میکنیم. به این گونه تصور کنید که از این سبب جیب گفتند گریبان را. و از زیری دامنش، یعنی که باید که عورت خود را بپوشاند، اما اگر خودی مصلی، خودی نمازگزار اگر عورت خود را دیده تواند از گریبانش، مخصوصا مردان چون که یعنی حجاب ندارند و اگر از بالای کنده سینه شون اگر پایان نظر کنند و عورت خود را ببینند، یا مثلا کسی از زیر، البته باید نبینند، اما اگر از زیر توانایی دیدن عورت آنها باشد از زیر دامن از پایانی پایها باکی ندارد. یعنی شرط نیست که تمام بدن باید پیچاندگی باشد، درونن و بیرونن. همین که از بیرون یک چیزی پوشیده باشد بدن رو کفایه میکند. مثلا فرض کنید اگر یک کرته کشادی را یا عبایه را اگر پوشد کسی، مخصوصا در وقت عجله پس از طهارت کردن، پس از غسل گرفتن، اگر تنها یک عبایه را پوشد و تهپوش نداشته باشد، سینه بند و دیگر چیزها نداشته باشد، میتواند که همین خیل عبایه پوشد و یک حجابی را کشد بالایش و همین خیل یعنی نماز خود را گذراند. به هر حال و بعدا میگوید چهارم و استقبال القبلتی، و روی به طرف قبله کردن. فللمکی المشاهد فرض اصابت عینها. و استقبال القبلتی یعنی که رو به طرف قبله کردن، و در اینجا بعد تفصیلات میدهد. للمکی المشاهد فرضه اصابت عینها ولغیر المشاهد
إصابة جهتها ولو بمكة على الصحيح. میگوید که پس برای مکی المشاهد فرضه، برای کسی که در مکه زندگی میکنند، برای مردمی که در مکه زندگی میکنند و میتوانند که کعبه رو به چشمانشون ببینند، برای آنها باید که چشمانشون نظرشون به کعبه برسد. اما برای کسی که دیدن نمیتواند، ولی غیر المشاهدی، برای کسی که دیدن نمیتواند ولو که به مکه باشد، ولو که یعنی اگرچه در مکه هم زندگانی کند اما کعبه رو به چشمانش دیدن نتواند، یعنی دور باشد یا اینکه از مکه بیرون باشد، در دیگر دولت باشد، تنها باید، یعنی شرط نیست که چشمانش باید به کعبه رسد، تنها به جهت مکه میتواند که نماز خود رو بخواند. یعنی که گویا که یک چیز شد، اما کم تر در اینجا تفصیلات هست یا اینکه اختلاف هست بینی یا فرق هست بین کسی که کعبه رو مستقیما دیده میتواند، مشاهده کرده میتواند، و کسی که نمیتواند، امکانیتش نیست. پس برای این نفری که نمیتواند تنها به جهت خود مکه نماز خواندن کفایه میکند، گرچه که کم ترک از خود کعبه مایل کند قبله یا طرفش. خب و پنجم میگوید والوقت، و این چونین وقتی نماز، یعنی وقت باید وقتی نماز باشد، این هم برای صحت نماز شرط هست. و ششم رو ببینید و اعتقاد دخوله، و باوری داشتن یا اینکه اعتقاد داشتن، یعنی باور کردن، دانستنی در آمدن وقت. شاید با شما اونقدر فرق بین اینها معلوم نشود، اما من برای شما با طریق یک مثال این یعنی هر دو اینها رو میفهمونم. یعنی که نه فقط در آمدن وقت شرط هست، بلکه انسان خودش باید این اعتقاد رو داشته باشد، باوری داشته باشد که وقت نماز داخل شده است. پس اگر شخص نمازش رو با این اعتقاد، با این فکر خواند که وقت نماز هنوز ندر آمده است، یعنی نمازش رو بخواهد که بخواند و با این اعتقاد باشد که وقت نماز ندر آمده است، نمازش رو بخواند و بعدا معلوم شود که وقت نماز در آمده بود، باز هم نمازش قبول نمی شود. برای چی؟ برای که ششم شرط پوره نشد. خودش اعتقاد این رو نداشت که وقت نماز در آمده است. پس چرا برای چی نمازش رو خواند؟ فهمیدین؟ پس تنها در آمدن وقت کافی نیست، بلکه هم وقت نماز باید در آمده باشد و هم خود انسان باید به همین باوری باشد که وقت نماز در آمده است، به همین باوری و به همین یعنی فهمیش باشد، باید بداند، معلوم یعنی فهم داشته باشد، علم داشته باشد که وقت نماز در آمده است. هفتم و نیتو، و نیت داشتن به نماز. و التحریمة بلا فاصل، و هشتمش این است تکبیری تحریمه رو گفتن به فاصله. در اینجا دو قول هست بین علما و خصوصا در فقه حنفی. انسان یا میتواند که هنگام گفتن تحریمه و بالا کردن دستهای خود نیت کند، یعنی در عین وقت، یا میتواند که اول نیت کند و بعدا دستهای خود رو بالا کرده تحریمه رو به فاصله یعنی به مهلت بگوید. هر دو اینها درست است. یعنی شکل سومش که درست نیست چیست؟ نمیتواند که اول الله اکبر گفته تحریمه بگوید و بعدا در فکر خود، در ذهن خود یعنی چی کند؟ فیصله کند که من کدام نماز رو میخونم، یا در قلب خود نیت کند که من نماز میگذارم. یعنی که اول باید نیت کند بعد تحریمه، یا تحریمه و نیت در یک وقت. نمیتواند که تحریمه بخشش نیت پس از تحریمه گفتن کرده شود. خب و بعدا میگوید والاتیان بالتحریمة قائما قبل انحنائه للركوع. و اتیان یعنی که آوردن، پیش کردن، یعنی گفتن. در اینجا آوردن تحریمه یعنی گفتن تحریمه در حالت ایستاده پیش از خم شدن برای رکوع. این چی معنا دارد؟ شاید به شما سوال خلق شود. ثمره این نقطه یا این شرط
وقتی معلوم میشد یا وقتی شما خوب درک میکنید که انسان خواهد که نمازش رو با جماعت بخواند یا اینکه با نماز جماعت درآید. اگر دیر کرده باشد و همین که خواهد که درآید امام به رکوع رود، باید که اول در حالتی ایستاده تکبیر گوید و بعد خم شود به حالت رکوع با امام. فهمیدید؟ یعنی عجله نکند. بعضی ها رو میبینیم حتی زنان که یعنی خیلی به زودی در نماز داخل میشوند و فوراً خم میشوند. یعنی اولا در حالت ایستاده الله اکبر بگوید و بعدا به رکوع روید. یعنی یکمش اول در حالت ایستاده تحریمه باید گفته شود که در نماز داخل شده انسان با نیتش و بعدا به رکوع رود. یعنی عجله نکند. یعنی باید عجله نکند در پورا کردن این عمل. این است هدفی این شرط نهم. دهم و عدم تأخیر نیت یعنی تحریمتی. علاقه من به این اشاره کردم که باید نیت خود را تأخیر ندهد، دیر نکند از تحریمش. یعنی که اول تحریمه گفتن، اول الله اکبر گفتن و بعدا نیت کردن که بعد نیت کند که من نماز خود را میخونم، این درست نیست. یا بعد از تحریمه بستن نیت کند که من کدام نماز را میخونم، این هم درست نیست. خب یعنی پورا همین نیت نماز را کردن باید پیش از تحریمه بیاید. و این چونین یک نقطه دیگری که من به فکرم علاقه حداقل 2 بار به شما اشاره کردگی هستم، این است که نیت جایش قلب هست یا اینکه در سینه هست. علما میگویند یعنی که اگر خواهید این گونه بفهمید که در قلب است یا در فکرتان هست، یعنی که انسان در فکرش، در مغز سرش یا در قلبش میتواند نیت کند. یعنی شرط نیست که نیت باید به زبانش بگوید. البته اگر کسی بین هر دوی این عمل ها جمع کند، یعنی در قلبش نیت کند و به زبانش بگوید نیتش را پیش از نماز، چطوری که اکثری شما میدانم اکثری مردم از وقتی طفولیت یعنی یاد داده میشوند که به زبان تاجیکی نیت خود را بلند بگویند. حتی مادر من تا این روز هم همین گونه میکند. این باکی ندارد. این بهتر هست، اولاتر هست که انسان پورا یعنی با تمرکز بگوید که من کدام نماز را میخونم و یعنی دیگر چیزها را هم گفته میشود که ضروری نیست که من روی آوردم به قبله من به طرف نمیدونم کعبه، همین گونه یک چیزی هست. اینهایش ضروری نیست، اما اگر کسی بگوید چون که پیش از نماز هست البته باکی ندارد، اما حدی اقل چیست که انسان در قلبش همین قدر نیت کند که من نماز فرضی را میخونم و کدام نماز فرضی میخواند این را هم باید تعیین کند. و اگر مقتدی باشد باید نیت کند که من از پسی امامی که در پیش هست نماز میگذرانم. یعنی همین 1-2 چیز نیت کردن شرط هست، به زبان گفتن شرط نیست. اما اگر کسی بگوید جایز هست، بعد میگوید الله اکبر. خب 11 و نطق بالتحریمة بحيث يسمع نفسه على الأصح. و نطق یعنی که گفتن، یعنی به زبان آوردن تحریمه یعنی الله اکبر، به حیث یعنی که به این حیثیتی که یعنی به این طریقه که خودش رو شنواند. یسمع از باب افعال هست، اکرم یکرم اکرام، اسمع یسمع اسماعا، یسمع نفسه، یعنی در اینجا به حالت متعدی استفاده شده است. یعنی نفسه مفعول هست که خودش رو شنواند، خودش بشنود طبق قول صحیح تر. یعنی وقتی که انسان تکبیر تحریمه رو میگوید باید که حدی اقل همین قدر بلند بگوید که خودش شنیده تواند. و نیت المتابعه للمقتدی، این رو گفتم علاقه که نیتی اقتدا کردن امام برای کسی که مقتدی هست، یا نیت متابعه یعنی پیروی کردن برای مقتدی کسی که اقتدا میکند از امام، کسی که از پس امام میخواند. و تعیین الفرض، و این چنین باید تعیین کند، معین کند که کدام نمازی فرضی را خوانده ایستاده است. و اگر نمازش نمازی واجب باشد
باید که تعیین کند که چگونه نماز واجب را ادا میکند. کدام نماز واجب را ادا میکند؟ ویتر هست، رکعتای طواف هست، یا نماز نفل شکسته شده است. مثلا اینها بعضی نمودهای نمازهای واجب می باشد. اما مؤلف میگوید لن نفلی، یعنی که برای نمازهای گوناگون نفلی تعیین کردن نوع آنها شرط نیست و در این سنت هم داخل می شود. یعنی انسان نیت نکند که این 2 سنت فجر هست یا این 2 سنت مغرب هست، برایش تعیین کردن شرط نیست. می تواند همین خیل به تعیین همین خیل نیت کند که این نماز سنت هست یا این نماز نفلی هست یا این نماز غیر فرضی هست. همین گونه تعیین، همین گونه نیت کند کفایه میکند. والقیام فی غیر النفل و استادن در نماز استادن نماز را خواندن در نمازهای غیر نفلی شرط هست. البته اگر کسی عذر داشته باشد پس به قدر همون عذرش برایش آسانی داده می شود. اگر تنها مانده می شود از نمازهای طولانی رو خواندن، مثلا در نماز تراویح باشد، می تواند که در اول ایستد برای 1 دقیقه مثلا تکبیر تحریمه خود را، یعنی نیت خود را بکند، تکبیر تحریمه خود را بگوید. اگر تواند تا آخری مثلا تا آخری سوره فاتحه با امام ایستد، یا تا چند رکعتی که تواند در حالت ایستاده بخواند و بعدا بشیند. خواه بالای کرسی باشد خواه در زیر زمین باشد، یعنی فرق نمی کند. اما تا توانش اگر تواند ایستادن باید که ایستد، حداقل کمتر هم که باشد نماز خود را در حالت ایستاده آغاز کند و بعدا بشیند. اما اگر تماما بیمار هست یا پایهایش کار نمی کند و غیره، در این حالت البته حتی ایستادن هم برایش، یعنی چی هست، برایش بخشیده می شود. می تواند با اشاره ها نماز خود را بخواند و این هم وابسته به بیماریش هست. دستانش کار نمی کند، تمام بدنش کار نمی کند. بعد هم هر یک این حالت ها البته تفصیلات خودش را دارد. می گذاریم 16. والقراءة ولو آیة، و قرائت کردن در نماز نیز شرط هست. و البته این می آید در آخر که رکنهای نماز کدام ها می باشند، شرط هایش کدام ها می باشد. اما والقراءة ولو آیة فی رکعتي الفرض و کل النفل والوتر، میگوید و قرائت کردن حتی 1 آیت هم باشد در 2 رکعت های اول نمازهای فرضی، چی 2 رکعت نمازی فرض باشد چی 4 رکعت باشد در این نمازهای فرضی. میگوید یعنی در 2 رکعت اولش قرائت کردن حتی 1 آیت چی هست، شرط هست. و کل النفل والوتر، و در تمام رکعت های نمازهای نفلی و وتر باید که در تمام رکعت هایش قرائت کند. ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة. طبق فقه حنفی در این هم اختلاف هست بین فقیهان، بین مذاهب فقهی. اما طبق فقه حنفی چیزی از قرآن میگوید امام شرومبللی چیزی تعیین نشده است. ولم يتعين شيء، چیزی تعیین نشده است از قرآن، یعنی یگان سوره مخصوص تعیین نشده است برای صحت نماز. یعنی که حتی فاتحه هم از جهت قرائت تعیین شدگی نیست، ولی طبق فقه حنفی خواندن سوره فاتحه واجب شماریده می شود. اما ما بالای حدیث هایی که فاتحه الکتاب رو ذکر می کنند آیت قرآن رو گذاشتگیم که هر چیزی که برایت آسان هست همان چیز رو قرائت کن. یعنی این آیت رو امام ابو حنیفه استفاده می کند و یعنی ما اول می گذاریم طبق فقه حنفی و وابسته بالای همین آیت چیزی که انسان برایش آسان هست و چیزی که خوانده می تواند همان چیز رو می تواند قرائت کند. یعنی چیز مخصوص و سوره مخصوص چی نیست، معین نیست از طرفی شارع. ولا یقرأ المؤتم. خب در اینجا یک نقطه جدا هست اما با قرائت داخل دارد. میگوید که مؤتم کسی که اقتدا میکند. مؤتم به مانند مقتدی هست. مؤتم مفعولی چی هست، یعنی امامت، کسی که پیروی، کسی که از پشتی امام میخواند
چیزی قرائت نمی کند، یعنی مقتدی رو در نظر دارد، چیزی قرائت نمی کند. بل یعنی که بلکی گوش می کند و خاموش می ایستد. یستمع خوب گوش می کند و ینصت و خاموش می ایستد. و این قرائه و اگر قرائت کند یعنی سوره های قرآن را کریه تحریما، این مکروه تحریمی حساب می شود. یعنی وقتی که انسان در نماز جماعت هست، از پشت امام که نماز رو می خواند، باید در حالت قرائت خاموش ایستد، چون که قرائت امام برایش قرائت هست. چی امام بلند بخواند، چی امام خاموش یعنی بخواند قرائت خود را. تنها تسبیحات نماز را میگوید و البته در تشهد وقتی که میشیند در همان وقت دیگر دعاهای خود را میخواند. تنها تسبیحات و دعاهای نماز را میخواند میگوید، اما هنگامی قرائت تنها امام قرائت میکند و مقتدی باید خوب گوش کند آیت را. البته اگر میفهمد باید توجهش به معنای قرآن و غیره باید رود، اگر نمیفهمد البته از راه احترام باید که خاموش ایستد. و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. از این آیت یعنی این حکم گرفته می شود. حبدهم الرکوع و رکوع کردن و السجود علی ما یجد حجمه. در اینجا یعنی امام شورنبالی اینها رو جدا آورده است. 18 این است که و سجده کردن بالای علی بالای چیزی که ما یجد حجمه و تستقر علیه جبهته، بالای چیزی که حجمش رو پیدا کرده تواند، یعنی که بالای چیزی که حجم داشته باشد، سختی داشته باشد، بالای چیزی که سختی کافی داشته باشد و بالایش علیه استقرار کند، تستقر، و بالایش جبهش یعنی که پیشانیش قرار گیرد. فهمیده؟ وقتی که سجده میکند باید که پیشانیش بالای چیزی سجده کند که حجم داشته باشد، یعنی سختی داشته باشد و بالایش قرار گرفته تواند، یعنی که بالای آرد باشد یا برنج باشد یا برف باشد یا مثلا زمینی باشد که به مانندی مترس باشد، خیلی مترسی یعنی چی باشد، مترسی باشد که سخت نباشد. بعضی مترس ها خیلی سخت می باشند و بعضی مترس ها یا کورپچه ها خیلی نازک می باشند. سر که در بالایش ماندیم سر در اون می رود. برای همین هدفش در اینجا این است که باید به مانند زمین باشد، تخته باشد یا قالین باشد، چیزی که بالایش همین پیشانی قرار گرفته تواند. ولو على کفه او طرف ثوبه انطهر محل وضعه. گرچه که بالای کف خودش باشد، یعنی که اگر انسان از کدام سببی که باشد، از سببی گرمی زمین باشد، از سببی یعنی با سبب باشد بی سبب باشد، اگر بالای کف خودش اگر سجده کند یا بالای طرفی یعنی که یک کنجی لباسش اگر حتی چی کند سجده کند، این هم جایز هست. این طهر محل وضعه، اگر همون جایی که وضع میکند یعنی که جایی که میگذارد پیشانیش رو، اگر همون محل طاهر باشد یعنی پاک باشد. خب البته این گونه کردن یعنی بالای کفی خود سجده کردن یا بالای طرفی لباس خود کنج لباس خود سجده کردن، این به عذر مکروه حساب می شود در نماز. اما اگر انسان عذر داشته باشد نمازش به هر حال صحیح می باشد، قبول می شود. و سجد بما صلب من انفه و بجبهته، و باید سجده کند با کدام قسمت های بدنش؟ با آن قسمتی که صلب من انفه، آن قسمتی که سخت است یا استخوان بینی، همون قسمتش که پیش بینی که سخت هست، و بجبهته و با پیشانیش. ولا يصح الاقتصار على الانف، یعنی هم بینی و هم پیشانی باید باشد،
تنها اقتصار یعنی تنها کفایه کردن یا تنها بالای بینی سجده کردن صحیح نیست. فی الاصح طبق قول صحیح تر الا فی عذر بالجبهتی، مگر با عذر یعنی بالای پیشانی، یعنی اگر کسی عذر داشته باشد بر پیشانیش و از این سبب تنها بینیش رو از همین دو مکان گذاشته تواند، در این حالت عذر دارد، باکی نیست، نمازش قبول می شود. اما به عذر جایز نیست، باید که هم پیشانیش و هم بینیش باید بالای زمین گذاشته شود. و می گوید و عدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمین باکثر من نصف ذراع. یک مسئله دیگر در اینجا که همون جایی که انسان بالایش سجده می کند باید بلندیش از جایی که قدمهایش هست باید بلندتر نباشد. چندقدر بلندتر باید نباشد؟ از نصف زیرا بلندتر باید نباشد. تنها مقداری که بخشیده می شود از نصف زیرا کمتر هست. و زیرا را من نمیفهمونم برای که علاقه در دو جای گذاشتگی هست. من گفته بودم که زیرا کدام حساب را گفته می شود، کدام قسمت دست هست، همون نصفش بخشیده می شود. اما از نصفش یا نصفش از نصفش کم باشد بخشیده می شود، اما از نصفش زیاد که شد این جایز نیست. برای همین می گوید که ارتفاع عدم یعنی که نبودن، این جمله رو منفی می سازد. ارتفاع بلند بودن یعنی بلند نبودنی محل سجده، بلند نبودنی جای سجده از جای قدم ها با زیاده از نصف ذراع. و این زاد عن نصف ذراع لم يجوز الا، و اگر زیاده باشد از نصف ذراع جایز نیست مگر لزحمت سجد فیها علی ظهر مصل صلاته. جایز نیست مگر در یک حالت، یعنی که حتی برای حالتی که از نصف ذراع جای سجده بلند هم باشد جایز نیست عموما، اما در یک حالت استثناء می شود، در یک حالت جایز هست و این آن حالتی می باشد که لزحمتین، زحمه باشد یعنی ازدحام مردم باشد، خیلی زیاد مردم جمع شده باشد در جای و متاسفانه در وقت نماز یا در وقت جماعت نتوانند که یعنی صفهای خود رو درست کنند یا حتی خواهند که صف بندن، اما خیلی مردم اینقدر پیش هستند، اینقدر به هم دیگر چسبیدگی هستند که در وقت سجده کردن نفری که در پشت دیگر نفر هست باید که بالای پشتش سجده کند. در این حالت چی می شود؟ پشتی همان نفری که در پیشش هست از البته جای سجدهش هست، جای سجدهش از جای پایهایش بلندتر شد، از نصف زیرا بالاتر شد، اما در این حالتی که دیگر یعنی راهی حل نیست، در این حالت بخشیده می شود و نماز قبول می شود. خب یک صحنه خیلی جالب اما پیش می آید و یادم نیست که به من کی می گفت یک چند هفته پیش که در کجای همین گونه یک حالت شده بود. برای همین این رو یعنی بعید گمان نکنید، دور گمان نکنید، این گونه حالت ها پیش می آید بعضی وقت، مخصوصا در این گونه پروتست که می شود. نمیدونم پروتست و این گپا رو میدونید یا نه. و وضع الیدین و الرکبتین فی الصحیح، و گذاشتن هر دوی دست ها، هر دوی زانوها طبق قول صحیح مذهب و شیء من اصابع الرجلین حالت السجود علی الارض، و یک کمه و شیء یک چیزه یعنی یک کمه از انگشتان هر دوی پای ها در حالت سجده بالای زمین. ولا یکفی و کفایه نمی کند وضع ظاهر القدم، و کفایه نمی کند بالای پای ها رو گذاشتن بالای زمین، یعنی باید انگشتان پای باشد نه اینکه بالای پای ها. یعنی چی؟ یعنی البته این نماز پرره نیست، نماز کامل حساب نمی شود، انسان باید نماز خود را به طوری کامل ادا کند، اما چطوری که در وضو شما ارکانی وضو را آموختید که 4 عمل فرض هست یعنی رکن وضو حساب می شود و چخیلی که شما فهمیدید که در حالتهای ضروری یا برای کسانی که معذور هستند این به کار می آید دانستن 4 فرض وضو، همین خیلی هم بعضی عملهای نماز ارکان یا اینکه از همه حد اقل ضروری و فرضی حساب می شوند.
که تنها در حالتهای ضروری یا کم بودن وقت مثلا یا در حالتهای بیماری شدید استفاده می شوند. خب در این حالت هم البته این یعنی نماز عمومی حساب نمی شود، اما برای بعضی احیان دانستن این مقدار فایده آور هست، مفید هست. برای همین در اینجا امام شورنبلالی چی میگوید که در وقت سجده کردن چند قدر عضوها باید از زمین برسند. البته سجده مکمل کردن این بهتر هست و این باید در حالت عمومی همین گونه کرده شود، اما در حالت ضروری یا کدام عضوها از جهت فقهی ضروری حساب می شوند، در اینجا میگوید که یک دست رو دستها رو گذاشتن و زانوها رو و هر دوی زانوها رو گذاشتن. بعضی دیگر علمای احناف میگویند که حتی یک دست هم، امام شورنبلالی هم در مراقب به فکرم این رو وضاحت میدهد که از هر دوی دست ها حتی یک دست رو در زمین گذاشتن، یک زانو رو در زمین گذاشتن و بعضی انگشتان پای را در حالت سجده بالای زمین گذاشتن، این کفایه میکند. خب شما شاید با شما سوال خلق شود که یعنی کدام آدمی عادی این گونه سجده میکند که یک دستش باشد و یک زانوش باشد؟ البته این حالت عادی نیست، اما فرض کنید اگر کسی، البته حالتهای عذر استثنایی هست، اما مثلا در یک مکانی باشد که آن مکان تنها خیلی یک جای پاکی خیلی کم داشته باشد، یا مثلا انسان نتواند و غیره یا دست و پایش کار نکند. خیلی مهم همین است که از همه مقدار کم را شما بدانید، بشناسید. و تقدیم و رکوع علی السجود، دیگر چیزی ضروری این است که باید رکوع پیش از سجده کرده شود. چطوری که قرائت باید پیش از رکوع بیاید، یعنی ترتیب هم مهم است. و رفع فی السجود من السجود الى قرب القعود علی الاصح، وقتی که انسان سجده میکند دوباره وقتی که از سجده بالا میشیند باید که همان نشستنش باید به قریبی شیشتن شود، یعنی نمیتواند که نیمکالا بالا شود و به مانند حالتی نشسته بر نگردد و دوباره به سجده دوم رود. فهمیدید؟ در اینجا امام شورنبلالی همین را میگوید که این گونه اینقدر رفع کند، یعنی بالا شود، بخیزد از سجدهش که به قریبی قعود شود، به نزدیکی نشستن شود، طبقی قولی صحیح تر. والعود الى السجده، و پس از این دوباره عود میکند، یعنی دوباره بر میگردد به سجده دوم. والقعود الاخیر قدر التشهد، و قعده اخیره یعنی نشست آخری نماز به مقدار تشهد حدی اقل باید بشیند، حتی اگر قرائت هم نکند، یعنی همون نشستن آخران برای صحت نماز شرط هست. و تأخیره عن الارکان، و قاعده اخیره نشست آخران نماز باید از تمام رکنها آخر باشد، یعنی از رکوع، از قرائت و سجده، از تمام اینها باید آخر کرده شود. اگر آخر کرده نشود یا آخر کرده شود و بعدا انسان با یادش رسد که من مثلا قرائت نکردم یا من مثلا رکوع نکردم، باید همان عمل رو دوباره انجام دهد و بعدا قاعده اخیره خود رو دوباره در آخر گذارد، دوباره تکرار کند. و اداؤها مستيقظا، و نماز را در حالتی بیداری ادا کردن. و معرفت کیفیت الصلاة و ما فيها من الخصال المفروضة على وجه يميزها عن الخصال المسنونة، أو اعتقاد أنها كلها فرض حتى لا يتنفل بمفروض. این جمله آخران اگر من برای شما این را لفظ به لفظ ترجمه کنم کم ترک سخت فهم هست، برای همین من اول لفظ به لفظ ترجمه میکنم و بعدا هدف این جمله را من برای شما مختصر کرده میگویم که چی معنی دارد، چون این خیلی مهم هست. و دانستنی کیفیت نماز، یعنی که نماز از چه حکم دارد و آن چیزی که در آن هست از چیزهای فرضی، با این طریقه علی وجه، با این طریقه‌ای که بتواند یمیزها، بتواند که جدا کند یا اینکه بشناسد، فرق کند آنها رو، یعنی که نمازهای فرضی رو از
سنتی یا از نفلی، یا اینکه در این اعتقاد باشد که همش، یعنی که همه این نماز فرض هست، تا اینکه نخست، تا اینکه نماز فرضی را همچون نفل نخواند. خب اکنون چی معنا دارد؟ این معنای آن رو دارد که انسان باید، البته اولاتر چی هست که انسان باید بشناسد، فرق کرده تواند، تمییز کرده تواند بین نمازهای فرضی و نمازهای نفلی. نفلی و سنتی، یعنی نفل سنت رو هم در بر میگیرد، فراموش نکنید. یعنی وقتی که انسان به نماز آغاز میکند باید بداند که این 4 رکعت فرض هست یا این 2 رکعت سنت هست، یا برعکس. باید بداند که این 2 رکعت 2 سنتی نماز فجر هست و بعدا این 2 سنتی این 2 فرض نماز فجر هست، یا این 4 رکعتی فرضی نماز ظهر هست، این 2 رکعتی سنتی نماز ظهر هست. یعنی همین گونه باید بشناسد، فرق کرده تواند بین رکعت‌های فرضی و رکعت‌های سنتی. از جهت ترجمه لفظ به لفظ این گونه معلوم می شود که انسان باید عمل‌هایی که در نماز هست، کدامش فرض هست، کدامش واجب هست، کدامش سنت هست، آنها رو باید بشناسد. اما بعد در شرح وضاحت می دهد علما که نه، این اشاره به خودی فرض یا نفل بودنی خودی رکعت‌های نماز امام شرومبولاری اینجا در نظر دارد. چون که انسان نمازهای فرضی رو باید با نیت فرض بودن آنها بخواند و نمازهای نفلی رو میتواند که یا با نیت فرض یا سنت بخواند، یعنی فرق نمیکند به نمازهای نفلی. اما اگر در آخر میگوید که اما اگر، یعنی اگر فرض کنیم که انسان نتواند، نداند، اگر کسی باشد که بداند که نماز فجر 4 رکعت دارد اما نداند که 2 رکعتش سنت هست، 2 رکعتش فرض هست، این گونه انسان اگر این گونه فهم داشته باشد یا این گونه تصور کند یا به این اعتقاد باشد که تمام رکعت‌های هر نماز فرض هست، این برایش کفایه میکند. چون که در این حالت نمازهای فرضی را با نیت و با اعتقاد فرض بودن آنها میخواند و حتی نمازهای سنتی را و نفلی را با اعتقادی، یعنی البته سنتی را با اعتقادی فرض بودن آنها میخواند و این بعد نمازهای سنتی خلل نمیرساند. اما اگر انسان نداند که کدام نمازها سنت هست، کدام نمازها فرض هست، یا اینکه تمام نمازها را نفل فکر کند، این بعد به صحیح شدن نمازهای فرضیش خلل میرساند. امیدوارم که خوب فهمیدید. همین بخش رو به پایان میرسانم انشاءالله. الکی 43 دقیقه شده است. والارکان من المذکورات 4. و میگوید اکنون گویا تا اینجا چی کرد در صحیفه اول، همچون چی طوری که به شما گفتم به طور یک مقدمه همین تمام چیزهایی که از همه بخش‌های اساسی و مهم نماز هست آنها رو پیش کرد. اکنون از اینجا چی میکند؟ همان قسمت‌هایی که رکن هست یا فرض هست آنها رو جدا میکند و بعداً آن قسمت‌هایی که واجب هست در نماز آنها رو جدا میکند و آن قسمت‌هایی که سنت هست آنها رو جدا میکند و بعداً شما ثمره تمام این قسمت‌ها رو خواهید فهمید که مثلا اگر انسان فرض نماز رو از دست دهد چی باید کرد؟ نمازش عموما یعنی قبول نمی شود، باید اعاده کند. اگر انسان واجب رو فراموش کند سجده سهو میتواند بکند، اگر سنت رو فراموش کند نمازش ده خلال نمیرساند. مثلا این گونه بعد مغز ده میرسید یا به ثمرش میرسید، به فایده این تقسیمات میرسید. حالا متوجه شوید که کدام بخشش سنت هست و کدام بخشش رکن هست و غیره. میگوید که ارکان من المذکورات، ارکان نماز از آن چیزهایی که ذکر شده هند یا از آن چیزهای ذکر شده 4 تا می باشند. یکم قیام یعنی ایستادن، قرائت کردن، رکوع و سجود. و قیل و این چنین گفته می شود که القعود الاخیر، قاعده اخیر، نشست آخرانی نماز به مقدار تشهد نیز رکن هست. و باقیها و باقی مانده تمام چیزهای ذکر شده شرایط نماز حساب می شوند. بعضی هایش بعضها شرط لصحت شروع فی الصلاة، بعضی این شرط ها
шарт мебошад барои сиҳати шурӯъ кардан ба намоз, яъне пеш аз пеш бояд ин шартҳо пурра шаванд, масалан пок будани макон, пок будани бадан ва ғайра. وهو ما كان خارجها، بله، و همین شرط ها که پیش از پیش باید پوره شوند اینها بیرون از نماز هستند. و غیره و دیگر شرایطش شرط لدوام صحتها، و دیگر شرط هایش که از همان بخشی ذکر شده آنهایی می باشند که شرط هستند برای دوامی صحت نماز. خب انشاءالله تا همینجا میگذاریم. من ببینم شما در اینجا چی نوشتید. اگر یعنی نقطه کوتاه باشد مربوط به درس در همینجا ثبت شود. خب در اینجا یک خواهر پرسیده است که باید نسکی پوشیم در پاچه هامون. کمتر دیر در آمدم نفهمیدم. من گفته بودم یعنی گفته ایستاده بودم که طبق فقه حنفی پایها رو پوشانیدن با نسکی ضروری نیست. یعنی عورت زن طبق فقه حنفی تمام بدن می باشد بغیر از روی دستها و پایها. اما من این رو گفته ایستاده بودم، انشاءالله درس رو گوش کنید که اگر یک کسی برای شما بگوید یا خودتان انتخاب کنید، اختیار کنید که من پایهایم رو میپوشونم، چون که در این نقطه اختلاف هست بین علما. مذهب شافعی مثلا میگوید که پایها باید پوشیده شود و حتی طبق فقه حنفی هم یک قول هست که بعضی علمای حنفی میگویند که پای هم عورت هست. اما این مفتبهی نیست، یعنی قول صحیح تر نیست، قولی که فتوا بر آن هست نیست. اما برای احتیاط اگر کسی پایهایش رو خواهد که پوشاند، البته بهتر هست، خوب هست، احتیاط کنید. یعنی من برای شما تشویق میدهم، اما من برای شما چی رو میخواهم درس دهم که فکر و ذهنتون رو خرد نکنید و به خواهر مسلمان خود دشنام نزنید و یعنی به این گونه بحث های ردیه و گروه های ردیه که تو نادرست هستی، تو بر باطل هستی، به این گونه گفتگوها یعنی ندارید. این رو من یعنی چی میگفتم. و در اینجا خب ایزار هم در این داخل می شود، پوشیدن شرط نیست. بله البته اگر انسان ایزار بپوشد بهتر هست، از کمالی ادب نماز هست. اما اگر من این را گفته ایستاده بودم که اگر انسان تنها عبایه پوشد و ایزار نداشته باشد، در عجله باشد، البته بعضی ها فقیر می باشد نداشته باشد، چون که عورت پوشیده هست باکی ندارد. گرچه که اگر کسی از پایانی پایهایش اگر بالا نظر کنه شاید عورتش نمایان باشد، اما این قبول می شود. خب سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک.